چیلرهای ما به دلارن. 2 تا کمپرسور داره این موتور. مثلا اون یکی 3 تا داره، این یکی 2 تا داره، این یکی هم 2 تا داره. این اگر یکیش به هر دلیلی به مشکل بخوره شما همچنان 50% ظرفیت رو دارید. بعد ما قبل اینکه ارسال کنیم وکیوم رو با دستگاه وکیوم پمپ آمریکایی جی بی میگیریم. سوپرهیت و اینا رو با دستگاه تستوی آلمانی تنظیم می‌کنیم و اینکه برای اینکه چیلر در حالت معمول کار کنه تشریف بیاریم. یه فنکوئیل صنعتی اینجا ساختیم. فنکوئیل با شلنگ به چیلر وصله که دائم این باد بهش فشار بیاد. اینجا آب رو گرم می‌کنه دوباره برگرده به چیلر. چون اگه همینجوری استفاده کنیم چیلر بعدش هم داره خاموش میشه. ولی ما هدفمون اینه. این چیلر تا پیش ماست. از لحاظ تست گازش، وکیومش، همه چیز خیالمون راحت باشه و چند ساعتی زیر بار کار کنه که مطمئن باشه وقتی دست شما میرسه فقط برق میزنید، آب میریزید، روشن میکنید، تمام. ممنونم.